سلام، من آیدین احمدی هستم. در این ویدیو میخوام نحوه ریست کردن پسورد FreeBBX، پسورد ایزابل و همچنین پسورد یوزر روت این دوتا سیستم عامل که تحت لینوکس CentOS هست رو خدمتتون بگم. پس بریم سراغ آموزش. خب برای اینکه در واقع شما بیاین پسورد ایزابل و FreeBBX رو ریست کنین، لازمه که دسترسی روت به این سیستم عامل رو داشته باشین. ما در ابتدا فرض میکنیم که شما هیچ یوزری، هیچ پسوردی از این سیستم عامل ها رو ندارین و در واقع نه دسترسی روت دارین نه دسترسی به وب این دوتا سیستم عامل دارین. در ابتدای کار لازمه که بیایم دسترسی روت به خودمان ایجاد کنیم و در واقع پسورد یوزر روت سیستم عامل CentOS رو تغییرش بدیم. چون ایزابل و FreeBBX هر دو از CentOS استفاده میکنن، پس نحوه ریست کردن پسورد یوزر روت در هر دو یکی است و این آموزشی که من برای FreeBBX یا ایزابل میگم برای هر دو سیستم عامل ست میکنه و میتونین از این آموزش توی هر دو سیستم عامل استفاده کنیم. خب برای اینکه بیایم و یوزر روت این سیستم عامل ها رو ریستش کنیم، در ابتدا لازمه که شما یک بار سیستمتون رو ریبوتش کنین. در واقع اگر به صورت مجازی در VMware یا ESXi نصبش کردین، لازمه که اونجا ریبوت کنین، یا اینکه اگر از یک سرور سخت افزاری از یک کیس کامپیوتر استفاده میکنین، اونو ریبوتش کنین و زمانی که اینجا هنوز بوت نشده دکمه ای رو فشار بدین. اگه ای رو فشار بدین، میاین توی این قسمت، اینجا در قسمت این خط لینوکس 16 اینجا میاین تا کلمه RO. اینجا چیکار میکنیم؟ من یک سری کامندی از قبل اینجا نوشتم و آماده هست. اینا رو هم توی سایت قرار میدم که ازش استفاده بکنیم و لینکش هم زیر ویدیو قرار میدم حتما. خب توی این قسمت لازمه که شما این RO رو، کلمه RO رو به این تغییرش بدین. در واقع من میام O رو حذف میکنم، RW اینیت مساویه بکسلش سیسبوت بکسلش bin بکسلش sh. برای اینکه این تنظیمات ذخیره بشن و با این تنظیمات FreeBBX لود بشه و سیستم عامل CentOS بوت بشه، کنترل X رو فشار میدم و میبینیم که سیستم عامل رفت سراغ بوت شدن و بدون اینکه نیاز به در واقع یوزرنیم و پسورد CLI داشته باشین، شما دسترسی شل رو دارین و میتونین کامنت هاتون رو توی این قسمت تایپ کنین و ازش استفاده بکنین. اینجا من میام با دستور چنج روت به سیسروت یوزرم رو تغییر میدم. بعد با استفاده از دستور passwd یوزر روت پسورد جدیدم رو ست میکنم، مثلا 1 تا 8. دوباره تایپش میکنم. خب اینجا میگه که آپدیت در واقع پسورد ساکسس بوده و با موفقیت انجام شده. پس میام اگزیت میکنم و یه بار CentOS رو ریبوتش میکنم. اگه ریبوت کنم و دوباره لود بشه و بوت بشه، من باید با پسوردی که اونجا ست کردم به روت سیستم عامل دسترسی داشته باشم و بتونم وارد CLI این FreeBBX هم یا ایزابل هم بشم. خب من با دستور روت و پسورد 1 تا 8 که اونجا ست کردیم وارد میشم و میبینیم که به راحتی میتونم دسترسی داشته باشم و ازش استفاده بکنم. خب حالا این بود از نحوه ریست کردن در واقع
یوزر روت سیستم عامل CentOS برای دسترسی به بخش CLI این سیستم ها. خب برای اینکه بتونیم در واقع پسورد و یوزر این وب دوتا سیستم عامل رو ریسیتش کنیم، میایم در ابتدا برای FreeBSD میگم که خیلی روش آسون و روش راحتیه. بعد از اینکه شما در واقع یک دسترسی روت و دسترسی CLI به سرورتون دارین، میتونیم به راحتی با استفاده از کلید کنترل آ توی وب این قسمت یک سری کدهایی به صورت مخفی نوشته شده. شما این کد رو کپیش میکنین، بعد میاین با این دستور توی fw کنسول آنلاک همون کد رو اینجا پیستش میکنین. خب قبل از اینکه من اینو بزنم میبینین که اگه من این صفحه رو رفرش کنم در واقع میره ازم در واقع یوزر ادمین رو میخواد یا یه یوزری میخواد که به وب دسترسی داشته باشن. بعد اینکه شما با استفاده از این کد توی کنسول اینو آنلاکش کردین، در واقع وب این FreeBSD آنلاک میشه و اگه من صفحه رو رفرش کنم بدون اینکه از شما یوزرنیم پسورد بخواد، وارد در واقع بخش وب و کانفیگ این سیستم عامل میشه، FreeBSD میشه و شما به راحتی میتونید با استفاده از منوی ادمین administrators بیاین یوزری که از قبل دارین اونو پسوردش رو تغییر بدین، یا اینکه یک یوزر جدید با دسترسی سطح ادمین یا با هر دسترسی که خودتون میخواین ایجاد کنین، سابمیتش کنین و اپلای کنین. این در واقع ریسیت کردن، نحوه ریسیت کردن پسورد وب FreeBSD هستش که به این صورت میتونین انجام بدین. خب بعد FreeBSD سیستم عامل ایزابل در واقع میخوایم که وب ایزابل رو ریستش کنیم. برای این کار یک سری راهکار وجود داره که در واقع مثل FreeBSD نیستش و شما برای ریست کردنش باید دسترسی روت رو مثل FreeBSD داشته باشین. پس من میام با یوزر روتم لاگین میکنم. شما در ایزابل لازمی که با استفاده از این دستور بیان یک سری تغییراتی در واقع توی دیتابیس ایزابل ایجاد کنید. اونم چیه؟ شما با استفاده از دستور SQLite، حالا من میام توی این مسیر برای www و db acldb در واقع وارد دیتابیس این استریسک میشم. با استفاده از دستور آپدیت یه دونه در واقع مقدار جدید توی جدول ACL user ست میکنم با این مقدار و با شرط اینکه یوزرم اسمش ادمین باشه. توی این قسمت، توی قسمت نیو پسورد، شما پسورد خودتون رو قرار میدین. این در واقع چیکار میکنه؟ چون مقادیری که ایزابل از دیتابیس میخونه به صورت اینکریپت شده و MD5 هستش، شما لازمه که این پسوردی که اینجا قرار میدین با استفاده از این بیاین اینو اینکریپتش کنین و در واقع با استفاده از MD5 هشش کنین و توی دیتابیس قرارش بدین. اگه من بیام این رو کپی کنم و توی همین CLI پیستش کنم و اینتر رو بزنم، با این کار مقدار در واقع MD5 پسورد من توی دیتابیس به 1 2 3 4 5 6 7 8 تغییر میکنه و من توی وب ایزابل میتونم با راحتی 1 2 3 4 5 6 7 8 سابمیت وارد وب ایزابلم بشم و کانفیگامو انجامش بدم. در واقع اینها ساده ترین روش ها و آسان ترین روش ها برای ریسیت کردن پسورد سیستم ویپ ایزابل و FreeBSD هستش. امیدوارم که با این ویدیوها بتونین کارتون رو راه بندازین و ازش استفاده بکنین. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین.
امیدوارم که این آموزش ها براتون کاربردی بوده باشه و بتونین ازشون استفاده بکنین.